اسهال یک نوع بیماری است که طی آن مدفوع شکل و قوام طبیعی خود را از دست می دهد و به صورت روان شکل آبگی از بدن دفع می شود. همچنین تعداد دفعات دفع مدفوع در طول روز افزایش می یابد و فرد مکرراً به دستشویی نیاز پیدا می کند. این بیماری انواع مختلف دارد و می تواند در اثر عوامل متعدد به وجود بیاید و بسته به علائم و نشانه ها و علت اصلی ایجاد آن ممکن است از چندین ساعت تا چندین هفته طول بکشد. اعراض و علائم این بیماری: فردی که به این بیماری مبتلا شده است بسته به این که از نوع خفیف است یا شدید می تواند علائم و نشانه های متفاوت را نشان دهد. احساس نفخ شکم و دلدردی، حالت تهوع و استفراغ، احساس فوریت برای دفع مدفوع، ضعف و خستگی، سردردی، خشک شدن دهان، تب. علل این بیماری: اصلی ترین علت اسهال عفونت روده ها است. عفونت روده ممکن است در پی ابتلا به یکی از این موارد به وجود بیاید: ویروس، باکتری یا وضعیتی که به عنوان اسهال و استفراغ شناخته می شود. این آلودگی ها معمولاً از طریق غذا یا آب حاصل می شوند که آلوده به مدفوع شدند یا مستقیما از فرد منتقل می شود که این بیماری را می توان به 3 دسته تقسیم بندی کرد: اسهال آبگی کوتاه مدت، اسهال خونی کوتاه مدت و اگر به مدت پیش از 2 هفته ادامه یابد به عنوان اسهال پایدار شناخته می شود. اسهال آبگی کوتاه مدت می تواند در پی آلودگی به انتانات باشد. اسهال خونی کوتاه مدت وضعیتی است که به عنوان اسهالات خونی هم شناخته می شود. اقدامات و پیشگیری از ابتلا به اسهالات: از آنجایی که بیشترین موارد این بیماری به عفونت‌های روده مربوط می شود، رعایت نمودن حفظ صحه شخصی، شستن مرتب دستها با آب گرم و صابون پس از هر بار دستشویی رفتن و همچنین قبل از تهیه صرف غذا، جداسازی مواد خام و از مواد پخته، شستشوی کامل و ضد عفونی کردن میوه‌ها و سبزیجات، مصرف آب آشامیدنی صحی، پرهیز از مصرف غذاهای تاریخ تیر شده و غذاهای شب مانده، تمیز نگه داشتن و ضد عفونی کردن ظروف و وسایل آشپزخانه، پختن کامل گوشت، اجتناب از مصرف غذاهای دریایی.